سلام دوستان، حالتون چطوره؟ من کیان هستم و خوش اومدید به یک ویدیو دیگه. در این ویدیو میخوام در مورد نیروی سوپر برابر توضیح بدم که روش لوت زدن و همه چی. شما برای لوت زدن میتونید از اسمی که گوبلین استفاده کنید که وقتی شما میندازید یه راست میره سمت مخازن و اینا، ولی سوپر برابر همه نیروها، همه دفاعی ها رو میزنه و اینکه من خودم برای لوت زدن از سوپر برابر استفاده میکنم، چون که هم کاپ میده به هم لوت میده به و اینکه یه چند تا اتک هم زدم میخوام نشونتون بدم، امیدوارم که خوشتون بیاد. اولین اتک خب شما میبینید دیگه، من همه رو تقریبا بالای 50% زدم و لوت هم خیلی خوب بوده. اولین اتکی که میخوایم ببینیم این اتک هستش که خب این توی این من 52 تا بربریان برداشتم، بربریان 2 تا اسپل جامپ، 6 تا یخ، یه دونه اسپل زلزله که اون اسپل زلزله به خاطر ایونت بود. شما باید 2 تا اسپل جامپ بردارید و 7 تا یخ. خب بریم ببینیم. به این روش هست که شما یک مقدار بربر رو دور تا دور مپ میریزید که دفاعی ها یا هر چیزی که هست رو بزنم. من خودم بیشتر مپایی میزنم که مخزناشون بیرونه و مپای مرده خیلی بهتره. کار که دور مپ تقریبا زنیم، دور مپو یک مقدار بربرمونه که اینا رو هم دفاعی ها رو هم میزنیم و هر چقدر ماشین رو میندازیم. حالا از هر سمت، من اصلا از این سمت انداختم که این دفاعی ها اینا رو بزنه، این مخزن ها رو از اون سمت میریزید و لوت اون مخزن ها میگیرید. خب الان 52% گرفتیم، 9 تا کاپ، 700 تا گل، 500 تا اکسیر و 4000 تا دارک. بریم برای ویدیو یا اتک بعدی. اتکی که زدیم بعدی این اتک هستش، خیلی خوبه. این مپو که شما مشاهده میکنید مپ مرده‌ای که دفاعیاش خواب هستن و این هم مخزناش بیرونه، این هم به راحتی میتونید بزنید.
اینجا هم به همین شکل که دور مپ زدیم و هر چقدر برمون سوپرمون انداختیم اینجا یه دونه اسپلت جامپ و انداختیم نیروها رو داخل و تان حال اینا رو هم میزنن که دو اسکال اینم از این اتک. حالا شما میگه آقا چرا ما از سوپر بربر استفاده کنیم؟ چرا؟ چون که هم مقدار زمان ساختش کمتره، هم هزینهش کمتره، همین که شما میتونید هم به راحتی درصد خوبی بگیرید، هم لوت خوب. یه اتک دیگه هم نشون میدم که اینم خیلی خوب بودش. این اتک این اتک رو من به خاطر دارکش زدم، مقدار اکسیرسیاش خیلی خوب بود. حالا لوت چندان خوبی نداشت، خوب بود، بدک نبود ولی خوب. اوکی اینم تو میتونید سریعتر دوباره به همین شکل دور مپ زدیم و هر چقدر نیرومون انداختیم داخل. امیدوارم خوشتون اومده باشه. حتما چنل رو سابسکرایب کنید، لایک کامنت یادتون فراموش نشه. اینم اکانت من هستش و اینم پروفایل من. اگه خواستین حتما به کلن ما جوین بشید. این کلنمونه، خوشحال میشیم. حتما یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.